سوال دارم. چرا خدایی که قبل از تولد آدم و سرنوشتشون رو نوشته بعد از مرگ بازخواستشون میکنه؟ چرا؟ خدا سرنوشت ما رو از قبل نمی نویسه. ما خودمون با انتخاب هایی که میکنیم سرنوشتمون رو میسازیم. خدا فقط با علم مطلقش میدونه ما در آینده با اختیار خودمون چه کارهایی میکنیم. علم خدا به آینده به معنای اجبار نیست. مثلا فرض کن یه شب از بالای پشت خونت داری کوچه رو تماشا میکنی. همه جا تاریکه، 2 ماشین با چراغای خاموش به سرعت دارن به هم نزدیک میشن. تو از بالا میفهمی قراره تصادف کنن، اما تو باعث اون تصادف شدی؟ نه. پس خدا با علم و آگاهی مطلقش میدونه ما قراره چی انتخاب کنیم و این به معنای دخل و تصرف تو سرنوشت ما نیست. خدا ننوشته که فلانی حتما گناه بکنه، نماز نخونه یا ظلم بکنه. فقط میدونه اون فرد با اراده خودش چه تصمیمی میگیره. دونستن با نوشتن فرق میکنه. اگر خدا ما رو مجبور میکرد کاری رو انجام بدیم، بازخواستش هم ناعادلانه بود. اما ما کاملا در انتخابمون آزادیم. عدالت یعنی هر کسی نتیجه انتخاب خودش رو ببینه و این دقیقاً همون چیزیه که در نظام الهی اتفاق میفته. قضاوت با شما.